بچه‌ها چطورین؟ به یه ویدیو یوتیوب دیگه خوش اومدین. همه رفتن کسی دور و برم نیست. سقوط من در خودمه. خدایی معجزه لیفت رو میبینی؟ اصلا چیز عجیبیه لیفت، واقعا چیز عجیبیه. بریم سراغ بعدی. میاد دیگه تاثیرات کافئین ها کم کم داره رو اثر میذاره، دارم های میشم. این لوسیون بدنای سوپکس. اول این که بگم حس میکنم یک کوچولو لاکار رفتم. خب قیمتش رو یادم نمیاد، قیمتش یادم مناسب بود، فکر میکنم 120 تومن خریدم. خب این دوتاییشو با هم دیگه 120 خریدم. اینجا براتون میذارم کد و قیمتشو. احساس میکنم که چون نمیتونم حرف بزنم. بچه من قبلا از برند سوپکس استفاده کردم به عنوان لوسیون و این مدلش رو استفاده کردم که قیمتش تقریبا 70 تومن بود. خب من گفتم بیام مثلا چون دوست دارم توی این کانال چیزای اقتصادی و خوب بهتون معرفی کنم، چون هممون داریم تو ایران زندگی میکنیم. اوکی، دنبال مثلا محصولات با کیفیت اقتصادی میخوای بگردی، به نظر من ویدیوهای من میتونه کمکت بکنه. گفتم بذار اینو امتحان بکنم، ولی این مدلی که من قبلا میگرفتم، اینم با اینکه نوشته بود 250 میل، احساس میکنم بسته بندیش بزرگتر بود. حالا من خیلی گوله این بسته بندی رو میخورم، ممکنه حجم داخلش کمتر باشه ها، ولی این در نگاه اول کوچیکتر به نظرم میاد. در کل بریم بازش کنیم ببینیم چه خبره. ولی خب قیمتش مناسب بود واقعا، میگم 120 تومن. الان فقط بهت یه لوسیون میدن، اون لوسیون هم آشغال بهت میدن. خب نوشته که برای پوسته معمولیه، برای دست و صورت استفاده میشه. من که اینا رو به صورتم نمیزنم، فقط برای بدنم، چون پوستم خشکه بعد همون همیشه استفاده میکنم. اینو برای بدن استفاده میکنم. ترکیباتش هم ترکیبات بدی به نظر نمیرسه، ترکیبات ساده و مغذیه دیگه. حالا یه کوچولوش امتحان میکنم. باز نیست. آها داداش میخوای یه خودی نشون بدی؟ امیدوارم پمپش خراب نباشه. البته این اولش هوا دارن ها، دیدی؟ میگم نه اولش هوا داره، تا اون هوا خالیشه یاد بگیریم زود قضاوت نکنیم. باشم من اگه درشو ببندم باید یه همچین شاهکاری اجرا بشه. ریدم، میبینی ریدم. پس بریم برای حجم زیاده فید. بوی قبلا من خب این چیزو داشتم، اسانس رو داشتم، دقیقا بوی کرم آووکادو رو میده. از هر برندی شما کرم آووکادو رو بگیرین این بو رو میده. بچه خیلی زیاد زدم، میبینی خیلی زیاد، ولی حس جالبی داره. حس لطیفی داره. من خیلی زیاد زدم، به کسی هم نیست بهش قرض بدم. نمیدونم. بچه رفتم یکم حجم اینو کمترش کردم، یه کوچولوشو. در ظاهر که ببین آبرسانی خوبی داشته، لطیفم کرده، اون حس خشکیه رو بین برده. ولی خب این کارهایی که تقریبا توی 5 دقیقه اول همه این کرما باهات این کارو میکنن. حالا تا آخر ویدیو بهتون میگم که این نتیجه خوبی داره یا نه. رایحه‌ش هم رایحه جالبیه، معمولیه، نمیتونم بگم خیلی واو، ولی خب من قبلا اسانس آووکادو رو استفاده کردم، دوست دارم بوشو، اوکی ام باهاش. خلاصه که به نظر چیز جالبی میاد. اینم برای مصرف طولانی مدته، به صرفه است. یعنی اگه دنبال یه لوسیون اقتصادی به نظرم میتونی استفاده بکنی. ببین همین الان که یه کوچولو گذشته اون احساس چربیه رو بهم نمیده، ولی خب دستم خشک نیست. نمیدونم چرا اینجوری میکنم با دستم. بریم سراغ محصول بعدی. خب محصول بعدی واقعیتش یکی از آیتمای مهم این سبد خریدم بود که با ارسال فوری به دستم رسیده و خیلی خوشحالم. با اینکه عجله واسه گرفتنش نداشتم، ولی خب خیلی براش ذوق زدم. بچه‌ها من موتور سواری میکنم. خب موتور سواری
یکی از عواملی که توش آزاردهنده است، یکی از اون عوامل، خیلی چیزای زیاد آزاردهنده‌ای داره، ولی یکی از عواملش اینه که شما مثلا میخوای پشت موتور تلفن جواب بدی، یا مثلا چه میدونم جواب تلفن تو بدی، همین انقدر صدای باد زیاده و انقدر صدای اطراف زیاده که اون بنده خدا نمیشنوه، تو هم نمیشنوی. یه طرفی هم خطرناکه که تو مثلا تلفن رو برداری بذاری رو گوشت، یه دستت هم مثلا رو فرمون باشه و مثلا بخوای رانندگی بکنی، موتور سواری بکنی، خیلی خطرناکه. بنابراین همه موتور سوارا، حالا اگه خودتون یا پارتنرتون موتور سوارین، به یه ایپاد واقعا خیلی خوب احتیاج دارید. این آیتم بعدیه که من تهیه کردم و حالا چرا اینقدر برای این ذوق زدم؟ بچه‌ها من تو باز قیمت‌های مختلف تو دیجیکالا گشتم، یعنی از اون تخفیف بلک فرایدیش بگیر که توی اسنپ پی زده بود، مثلا ایپاد مثلا 4 پرو شده بود 1,300,000، رو اون مثل کفدار خوابیدم، ولی واقعا نمیگذرم ازتون، همش مسخره بازی بود، گولمون زدید. من تو دیجیکالا هم خوابیدم ولی از دیجیکالا هم نمیگذرم چون گولم زدید. نتونستم از تخفیفش استفاده کنم. خلاصه بعد از ضربه‌ای که اون موقع خوردم، رفتم سراغ آیتمای دیگه با قیمتای دیگه و دیدم مثلا تو بازه 4 میلیونی پیدا کردم، تو بازه مثلا 2,600 پیدا کردم، 2 تومن پیدا کردم، حتی مثلا 1,600 هم پیدا کردم. مثلا برند انکر بود یکیش برند GLB اگه اشتباه نکنم، برندهای مختلف، ممکنه مثلا تو ذهنم چیز دیگه داشته باشم. خلاصه دیگه داشتم خیلی گیج می شدم. چرا؟ چون برای من مهمترین آیتم توی ایپاد و هدفون این بود که نویز کنسلینگ خیلی قوی داشته باشه تو بازه قیمتی مناسب و اینکه میگم موقع صحبت و مکالمه میکروفون قوی داشته باشه. و خیلی جالبه که اکثر هدفونای خیلی خفنی که مثلا تو بازه قیمتی همون 2-3 تومن هستن اصلا هیچ کدومی از این آیتما رو ندارن، یعنی همون کیفیت شارژ مناسبی دارن و مثلا صدای خوبی بهت میده و این برای من اصلا مهم نیست. یعنی اگه مثلا کارتونم با تلفنه که مدام باید با هدفون کار بکنین، این خیلی گزینه مناسبیه. چرا؟ من رفتم از سبد خریدم بر چت جی پی تی اسکرین شات فرستادم، گفتم که مثلا بین اینا که انتخاب کردم کدومش مناسب تره. به من از بین اون دو تایی که انتخاب کردم یکیشو معرفی کرد، گفت این بهتره که اون گرون تره بود، 2,600 بود، یکیشون مثلا 2 تومن بود. من گفتم که جی بی تی با جی به من توی هدفونای موجود دیجیکالا یه آیتم معرفی بکن که من برای مکالمه میخوام نویز کنسلینگ قوی داشته باشه. و چی میدی با جی اومد به من اینو پیشنهاد داد. دختر اولا که رفتم دیدم فکر کنم قیمتش 1,600 بود یا 1,400 بود، اصلا یادم نمیاد، اینجا براتون میذارم. رفتم کامنت ها رو خوندم و به وجد اومدم چون خیلی نظرات زیادی داشت، نمیدونم فکر میکنم نزدیک مثلا 1000 تا کامنت داشت. خب همه راضی بودن و همه داشتن میگفتن که این مدل هدفون میکروفون خیلی قوی برای مکالمه داره. یعنی میگفتم مثلا توی هدفونای سامسونگ و ایرپادا و اینا هم حتی این کیفیت رو ندیدن و من نمیتونم بازش کنم اینو متاسفانه، به این خاطر که احتمال داره که اینو کادو بدم، احتمال داره که برای خودم استفادهش بکنم. خب برای همین الان جلوی دوربین نمیتونم آنباکسش بکنم، ولی براتون میذارمش حتما. شارژش هم میگفتن که خوب نگه میداره. خلاصه بابت این قضیه خیلی خوشحالم، خیلی. خب بچه‌ها یه چند دقیقه‌ای داره میگذره، هول و هوش 10 دقیقه 20 دقیقه گذشته از این کرمه که زده بودم. هنوز خدایی احساس اون لطافت رو من دارم و اصلا اذیتم نمیکنه. اگه میگرنی بوشم تو مختون نمیره، مطمئن باشی، چون تو مخ من که نرفت. اون حسی که به پوستم داره دوست دارم. اوکی بچه‌ها میتونید بخرید، فقط حجمش هم اوکیه ها، ولی میدونی که شکیبا دنبال خفن ترین آیتم ها با مناسب ترین قیمت ها میگرده. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.